در افرادی است که روند تنفس اونها با اشکال روبرو شد. یک شیئی، یک جسم خارجی مجرای تنفسی رو به صورت ناقص بسته. اگر شما مجرای تنفس نای رو یک لوله فرض کنید، این شی به صورت مورق بسته افتاده. یعنی من میتونم دم و بازدم رو دارم ولی با کمبود اکسیژن روبرو میشم. تنفس دارم، دم دارم، بازدم هم دارم ولی به راحتی انجام نمیگیرم. از علائم انسداد ناقص اینه که فرد شروع میکنه به سرفه کردن، مکررن سرفه میکنه و رنگش قرمز میشه چون میترسه اول. پس سرخی و قرمزی رنگ چهره داره. بعد از اون نگرانی و اضطراب در صورتش دیده میشه، با کمبود اکسیژن روبروه. پس روند تنفسش یک روند طبیعی و درست نیست، چه برای بزرگسال چه برای کودک و نوزاد. انسداد ناقص به همین صورت اینها علائم و نشانه ها. حالا من باید چه کار کنم؟ وقتی که با فردی روبرو میشم از علائم اختصاری انسداد ناقص، گرفتن گلو با یک دستش رو میگیره، فکر میکنه که اگر فشارش بده اون شی خارج میشه. این یک رفلکس چیه؟ یک رفلکس غیر ارادیه. غیر ارادی داره فشار میده چون تنفسش با اشکال روبرو شده. دستش رو میگیره، من متوجه میشم، گفتیم رنگ چهرهش قرمز شده، چشماش حالت عادی نداره، به من نزدیک میشه. من اولین کاری که به عنوان منجیه غریق میکنم بهش میگم که بعد از اینکه از نظر محیطی چک کردم که هیچ خطری توی محیط نیست، اینجا ارتباط کلامی چشمی باهاش برقرار میکنم. بهش میگم که نگران نباش، من یه امدادگر هستم و میتونم توانایی این رو دارم که به شما کمک کنم. و اجازه چی میگیرم ازش؟ اجازه زبانی اینجا میگیرم. تا الان همه عملیاتی که انجام میدادی عملیات چی بود؟ بیهوش بود، مجوز ضمنی میگرفتیم، ولی اینجا من اجازه زبانی رو میگیرم. نگران نباش، من یه امدادگر هستم، فلانی هم سمتم رو میگم، سرناجی استخ هستم و میخوام به شما کمک کنم. نگران نباش، میخوام بهت کمک کنم. آیا میتونم بهت کمک کنم؟ قادرم که به شما کمک کنم. خب از رو به رو حرکت میکنه و کنارش قرار میگیره. لطفاً این طرف قرار بگیرم. کنارش قرار میگیره، باهاش صحبت میکنه، در حینی که داره میره صحبت میکنه که نگران نباش، من میخوام کمکت کنم. تشویقش میکنه به سرفه های بیشتر، چون گفتیم که از علائمش سرفه کن، اونقدر بهش میگه سرفه کن محکم‌تر تا دیگه نتونه سرفه کنه. خب توی این شرایط یا رفع انسداد میشه، شی خارج میشه میپره، یا به صورت محتویات استفراغی خارج میشه که شرایط نرمالیه. من باید ارزیابی های چی رو بکنم؟ اولیه دیگر رو بکنم. اینجا میشه ارزیابی های اولیه عینی. ما ارزیابی اولیه‌مون به دو دسته تقسیم میشه. ارزیابی اولیه عملی که به صورت عمل انجام دادم، ولی اینجا ارزیابی اولیه عینی، اون چیزی رو که مشاهده میکنم رو انجام میدم. باش حرف میزنم، خوبی؟ مشکل نداری؟ وقتی که داره با من صحبت میکنه، من روند تنفسش میاد تو دستم، ضربان نبضش میاد تو دستم، شوکشم که دارم نگاه میکنم، همه اینها رو از نظر دیداری و مشاهده چک میکنم و اقدامات لازم رو حالا ببرمش یه جایی بشینه، باهاش صحبت بکنم و کارهای دیگه که اگر نیازه براش انجام بدیم. در انسداد ناقص بستگی به مدت زمان رفع انسداد داره. اگر که رفع انسداد شد و مدت زمانی مثلا 2-3 دقیقه زمان ببره،
اینجا یک کمی اکسیژن درمانی هم انجام میدیم. میشه اکسیژن درمانی رو هم کمی انجام بدیم. اگر که بستگی به شرایطش داره، به رنگش، به صحبت کردنش، به اضطرابش، اینا هیچ اشکالی پیش نمیاد. خب یا گفتیم به شرایط رفع انسداد میره یا اینکه انسدادش چی میشه؟ کامل میشه. از علائم و نشانه های انسداد کامل در رنگ پوستش رنگ قرمزی میره رو به سفیدی، رنگ پریدگی و بعدش هم کبودی، چون دیگه اینجا اکسیژن دیگه نمیرسه، اون مجرا کاملا بسته شده دیگه. احتمال این که از کنار اون شیء خارجی هوایی رد و بدل بشه نیست. پس رنگ چهرهش تغییر میکنه، چشماش اینجا از هدف بیرون میزنه و نگرانی و اضطرابش بیشتر میشه. تقلا میکنه برای تنفس، دهانش رو باز میکنه. توی این شرایط دهانش بازه، با دو دست فشار میده. از علائم اختصاریش اینه که دو دستش رو به گلوش فشار میده. اینجا فکر میکنه که راحت تر میتونه شیر رو خارج بکنه. من به عنوان منجی غریق کنارش ایستادم، باید سریع حمایتش کنم، دستم رو بیارم جلو، همین به همین صورت شونه مخالفش رو میگیرم، کمی متمایلش میکنم به سمت پایی، با پاشنه دستم بین کتف. وقتی که فرد رو شما متمایل میکنید به سمت جلو، استخوان‌های کتفش بیرون میزنه. دقیقاً وسط کتف جایگاهش مشخصه. 5 ضربه در 5 ثانیه با قدرت کافی، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، ناکارآمد. 5 ضربه کارآمد. 1 2 3 4 5. بلا فاصله پا رو وسط پاش میذارم. اگر پاش بسته است چون به گوشه، بهش میگم پا رو باز کنه. دستی که جلوه ببینید همینجا میمونه. من قراره که دستم بره و 2 انگشت بالای نافش قرار بگیره. برای پیدا کردن این بر اثر تجربه، همتون میتونید این تجربه رو بگیرید. اگر که تاج خاصره لگن رو بگیرید، تاج خاصره لگن رو پیدا میکنه، دستش رو میکشه، دقیقاً انگشت میره توی ناف. بکشید، نافش رو پیدا میکنه، 2 انگشت بالای ناف، دستش رو مشت میکنه. ببینید اول میذاره، بعد دستی که شیده بود رها میشه. 5 فشار پایین بیخ شکمی به سمت داخل و بالا. 1 2 3 4 5. دست رها بشه لطفا. از همونجا دستش میاد، شونه رو دوباره میگیره. 5 از زیر، بله 5 فشار، ضربه پشتی. این رو اونقدر ادامه میدیم تا دوباره یا شی خارج بشه یا محتویات به وسیله مایع خارج بشه که دوباره همون ارزیابی ها رو داریم. و اینجا چون با کمبود اکسیژن روبرو بوده، حتما اکسیژن درمانی رو در ادامه انجام میدیم. یا اینکه توی همین شرایط بیهوش بشه. توی این شرایط وقتی بیهوش شد، چه زمانی که من 5 ضربه پشتی رو دارم اعمال میکنم، چه زمانی که 5 هایبیخ شکمی رو دارم انجام میدم، سریعا ساعدهای مسمومم رو، اینجا دیگه مربوط نیست الان، مسمومه یا بیمار میگیرم، با لگنم وزنش رو تحمل میکنم و آروم میشونمش روی زمین. اینجا خیلی مهمه که ما باعث ضربه و شکستگی در اندام تحتانیش نشیم، چون عملا اندام فوقانیش رو در اختیار گرفتیم. لگنش رو محکم روی زمین نزنیم و خیلی آروم اون رو روی زمین بذاریم. خب وقتی که نشوندیمش، حالا دستمون رها میشه، با گرفتن دست ها روی استخوان کتف، یکم دستتون بازتر باشه چون آسیب نیست، استخوان کتف رو میگیریم، آروم آروم میخوابونیم روی زمین، میریم تا شونه هاش رو که گذاشتیم روی زمین، دست پشت سر کنارش قرار میگیریم. موقع خوابوندن باید یه بار دیگه لطفاً از نشسته اجرا کنید.
وقتی که لحظه آخر که میخوام بذارم روی زمین، شما باید کنار مصدومتون بشینید، نه بالای سر شما. دست الان میره زیر سر، یه دستتون و میشینید کنارش. خب این فرد بیهوش شده، بیهوشی که از انسداد ناقص به انسداد کامل و الان هم بیهوش شده. اولین کاری که باید بکنم توی این مرحله اینه که سطح هوشیاری فرد رو چک کنم، ببینم در چه سطحی قرار گرفته، لول و سطح بین سطوح میانیه یا به گوشه، ممکنه من اشتباه کردم یا اینکه بیهوش کامله. پس سطح هوشیاری رو در 3 سطح صداش میزنم با صدای بلند، ضربه میزنم و فشار ایجاد میکنم با صدای بلندتر. چک دهان رو داریم. ببینید قبلا داشتن که نبودن و براشون جدید باشه. پس بعد از اینکه از انسداد کامل به انسداد بیهوش تبدیل میشه و ما فرد در شرایط و امنیت کامل به پشت میخوابونیم و در کنارش قرار میگیریم، باید سطح هوشیاری رو در 3 مرحله چک کنیم. ارزیابی دهان رو داریم، چون ممکنه در لحظات آخریه که 5 ضربه پشتی 5 فشار هایدریک رو من اعمال میکردم چیزی اومده باشه توی دهنش ولی خارج نشده. پس چک دهان رو دارم. بعد 30 فشار سینه‌ای، نگاه، افزایش طول نای، یک تنفس. سناریویی که قبلا تدریس کردیم در بیهوش، اینجا ادامه اون سناریو رو داریم. درست شد؟ از زمانی که بیهوش میشه میخوابونیم، اولین کاری که میکنیم سطح هوشیاریش رو چک میکنیم، بعد دهانش رو چک میکنیم، بعد میریم منطقه‌ای که باید فشار رو اعمال کنیم مشخص میکنیم. البته این رو باید بدونیم که ما افرادی رو که در استخرها با اون روبرو هستیم، برای انجام همه این عملیات ها باید پوشش فوقانیشون رو خارج کنیم که راحت تر بتونیم عملیات رو انجام بدیم. اگر لباسش رو در بیاریم، مایو تنشه مثلا در بخش بانوان پایین کشیده بشه تا راحت تر ما بتونیم عملیات حیات بخشیمون رو انجام بدیم. هر بار نیازی نباشد برای 30 ماساژ قلبی دوباره جایگاه رو من مشخص کنم. در کیف کمک های اولیه ما قرار یه ماژیک هم باشه. خب با یه ماژیک اون علامت رو میزنن وسط جناب سینه، دیگه نیاز نیست که هر بار بیام و دوباره وسط جناب سینه رو پیدا بکنم. هم برای فشار سینه‌ای هم برای ماساژ قلبی. خب این رفع انسداد میکنیم. رفع انسداد کردیم دیگه عین سناریوی قبل، 2 تنفس میدیم، ارزیابی همزمان میکنیم و مشخص میکنیم که مصدوم ما در چه شرایطیه. مصدوم نوع 1، مصدوم نوع 2 یا 3. عملیات مخصوص به خودش رو براش